با سلام خدمت دوستای عزیز. اومدیم با یه آموزش دیگه، این بار بیماری‌های گوارشی در عروس هلندی. یکی از مشکلات شایعی هستش که اگه به موقع تشخیص داده نشه میتونن جون پرنده رو به خطر بندازن. مهمترین علائمش اسهال، تغییر رنگ و بوی بد مدفوع، بی اشتهایی، پف کردن پرها و کم شدن وزن پرنده است. دلایل زیادی باعث مشکلات گوارشی میشن: غذای فاسد یا آلوده، آب کثیف، تغییر ناگهانی در رژیم غذایی، استرس یا حتی وجود انگل‌های داخلی. بعضی وقتا پرنده‌ها چیزایی مثل دانه‌های سفت و اجسام غیر خوراکی رو میبلن که باعث انسداد و مشکل در هضم غذا میشه. برای پیشگیری باید همیشه از غذاهای تازه و متنوع استفاده کنید. ارزن تمیز، سبزیجات شسته شده و مقداری کمی میوه. آب پرنده رو هر روز عوض کنید و ظرف‌ها مرتب شسته بشن. تغییر رژیم غذایی رو هم باید خیلی آهسته و تدریجی انجام بدین. یهو غذاشون رو تغییر ندین. اگر عروس هلندی دچار بیحالی شد یا کاهش وزن داشت یا اسهال طولانی مدت، باید به خیلی سریع به دامپزشک پرنده مراجعه کنید، چون بعضی از بیماری‌های گوارشی بدون درمان ممکنه به کبد و کلیه‌های پرنده شما آسیب برسونه. یادتون باشه سیستم گوارشی پرنده خیلی حساسه و کوچکترین بی‌توجهی میتونه مشکل بزرگ تبدیل بشه. پیشگیری با تغذیه درست و رعایت بهداشت همیشه بهترین و کم هزینه‌ترین راهه. مراقب خودتون و پرنده‌های خوشگلتون باشید.